اومدیم با ویدیوی روبلاکس از مورد دوستان در جنگل. میخوای سابسکرایب کنید میخوای نکنید اصلا من از خودتون میدونید. خب این چیه؟ اینا چیه؟ What the fuck؟ این چیه اینا چی؟ اینا چیه؟ خدای اونا چیه آخه؟ منطقی نیست اصلا. اونا یه ذره فکر نکنم از قضیهش خیلی یه ذره خیلی فکر نکنم این به درد میخوره. این زیر بود. صندلی اصل کاریاش اینا مثلا من با خاطر صندلیاش من نکردش. یادم خوبه راجع بهتر از اون پیشاش بیشتر آهنگ میگه. چرا حالا بد نیست دیگه. جاهای جور نرم با حتی اونجا نرم یه ساعت بگردم به خاطر یه چرا قوه خودش بود. من یه چیزی کشف کردم تو باز مثلا این ور بیاد یه صندوقی رو باز کنه واسه طرف یعنی که نفر بعدی که میخواد بیاد باز کنه بسته است. اولی کاری 2 تا وصله پیدا کردم. امبکوت غلط کردم اون بود درد میخوره. این خیلی مهمه. شاتم وان شات یه شاتم تا هر تونست این تخته بشه درد میخورم. هر تونست بگه شاید یادم کسی نمیدونه این تخت بشه درد میخورم. یه راه نمیشه به درد خوابیدن نمیخوره. فقط اینو میتونم به درد خوابیدن نمیخوره. هر کی تونست بگه آقا هر کی تونست بگه دیگه. عمرن کسی بتونه بگه. ای کسی گفت رسم خودم عوض میکنم. رو بردارم میخوام از این بگیرم که یه تیم دیگر نیست تخت بسازم. شب اولی 2 تا تخت منظم شما همه گرم زدم اونجا ساختم اینه ایو کرم دارم یه چیزی نمیشه چون خودیم گوشت غذا لازم بود. غذا به من غذا بدهید. نقشان ساخته. جان جدت بذار بمونه. این لعنت بر خودت پدر مادر. به همون پشت
بریم واسه یه روی دوم. 2 دقیقه دیگه فعلا صبح. این کنار صفم خودش راهنمایی آورد دیگه. هر کی نتونه دیگه انگار کلا باز نکرد تو اون رشته. حالا چیزی گفتن ایده نازم کرد همین رو میخواستم نشون نیستم باشید یه جا پیدا کنم بعد ادامه. تا اطلاعات ثانوی اینجا پیدا شد بکنم لوتش کردم. خودم لوتش کردم. احمد من که رفتم جای جدید میرم اینجا کمکش با کلت میرم. بپر من نمیپرم بپر. یادم باشه که اینجاست نگهش میدمش خودم. هر وقت آتیش ارتقاد دادیم میرم چه میکنم اسکلتی هدی اتفاق چوب بیشتر خانگی فعلا شد. 16 ثانیه مونده تا شب. این آسکنم اینجا سر میشه. تلفن چه سر جاش. کلید کجاست؟ اسکنش شب 40 ثانیه مونده. با پرو پلیر افتادم. سبیده چی رفته اینجا در حال کشف کردم. کل دارم اما اصلا تیزی نکش. اصلا تیزی نکش یا منم کل دارم. کل تمام خوشم کنم بری سمت اینجا بینیم. غذا لازم بعد شور غذا لازم دارم. شاید اینجا چیه به درد بخوری بود.
یکتون اینجا بیا امشب بریم خونه ما کارت دارم. فعلا باید بریم ببرم خونهمون باید کار دارم. مجبورم با پشت خام کارکتر دوست نشم. باقیشم میبرم. خیلی خوب دیگه همه کارا رو اوکی کردم. خب بچه این داخل توکیش بسوز. دلقک. خب نه واقعا دلقکه باش کنیم. خونهش رد شده. حالا که چیزی هم حالا بکاریم. بچه های صبح شد یه لحظه هماره من کاری نکردم صبح یه همینجا به ما ویدیو پدر سگ ترسیدم. آنان خیلی کنم دیدم بچه ویدیو مامانم بالا باشم من پاتشم. بذار صفحه دوم داشت پس نمیدونستم. چی شد؟ چی دارم میشم؟ برای شب جان جاده بذار برم بیرون. جان جاده 10 ثانیه وقت است. رسیدم دیگه. 10 ثانیه وقت است رسیدم. برم وسایل برم یادم رفت وسایلمون بذارم. این وسایل هم اومد ببینه چیا داریم. یه تله خرس که علکی بسته بینم چه داخل. من فقط میخوام اینا رو بذارم برم این تو قایم بشه. خب دیگه خداحافظ من رفتم. خودت میمونی و این رفیق چسته. صداش میاد. صدا از خود نیست. صدا تو کیفم چیزی ندارم. نوش آتیشمونم داره خاموش میشه. چی
کار کنیم توی شلمشوربا. امید خدا من میرم چوب بزنم. جونم گذشت کردم. اینجا تازش 16 ناموسن. اینم چیا داری؟ یه خوب انشالله که تمام. خاموش ای. خب اینم بود از این ویدیو دیگه. خدا حافظ تا ویدیوی بعدی.